ما اینجاییم که توضیح بدیم برای چی همه اینا روی میز با هم جمع شده. ما اینجاییم که بگیم که دقیقاً چی کار میکنیم و برندینگ چی هست و برای چی همه اینا رو روی میز جمع کردیم. این چیه به نظرتون؟ شبیه به یک کتاب میاد دیگه. یک کتابیه که حدوداً 160 یا 170 صفحه شاید داشته باشه. در واقع این چه کتابیه و به چه دردی میخوره؟ خیلی وقتا شاید شنیده باشیم که میگن یک دفترچه برندی وجود داره. این در واقع همون دفترچه برنده. دفترچه برند چی کار میکنه؟ یک اطلاعات منسجمی و به اعضای تیم و اعضای یک کسب و کار میده که اونا بدونن برای مارکتینگشون و برای برندینگشون دقیقاً باید چی کار کنن. چیزهایی که دارید روی این میز میبینید بخشی از اجزای برندینگ هستن که تماماً توی این کتاب برند بوک باید بیان. امروز میخوام درباره فهرست این برند بوک توضیح بدم و اینکه از کجا باید به کجا برسیم. با ابتدایی ترین فهرست یک کتابچه برند شروع میکنیم. این صفحاتی که داره ورق میخوره تزییناتی هستن که گرافیست و تیم برندینگ بر اساس سلیقه خودشون میتونن روی کار بیارن. مسئله اصلی که میخوایم دربارش صحبت کنیم این بخشه. یک کتابچه برند 4 قسمت داره. از چه اجزایی داره تشکیل میشه؟ بخش اول یا همون فصل اول یک مفهومی هست به اسم هویت زیربنایی. فصل دوم هویت بصری یا هویت کلی برنده. اون اجزایی که مربوط میشن به گرافیست ها، مربوط میشن به بازار، مربوط میشن به تبلیغات. بخش سوم چیه؟ بخش سوم هویت بصری برند رو توی فضای فیزیکی نشون میده. یعنی اگر شخصی میخواد هدیه‌ای داشته باشه یا اگر میخواد که کاغذی رو یا اوراق اداری رو به یک کس دیگه تحویل بده، نباید این خام تحویل داده بشه. باید هویت بصری توی تمام اجزای برند رعایت بشه. بخش چهارم بهش میگیم هویت بصری برند در فضای دیجیتال. همون چیزی که الان داریم بخشش رو توی مدیوم های مختلف مثل اینستاگرام، مثل لینکدین، مثل وبسایت میبینیم. دلیلی وجود داره که بخش 1، بخش 2، بخش 3 و بخش 4 پشت سر هم اومدن. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که اگر شخصی میخواد برای برندش لوگو داشته باشه، باید بدونه که فصل اول این دفترچه برند رو باید از قبل تهیه کرده باشه. چرا؟ چون لوگو بخشی از چپتر 2 یا فصل دوم یا همون هویت بصری برنده. خیلی وقتا با این مسئله مواجه میشیم که کارفرما میان پیش ما و از ما میخوان که یک لوگو برشون بزنیم. اصلی ترین سوالی که میپرسیم اینه که برای چه کسی قراره این لوگو طراحی بشه، یا اصطلاحاً بخش بندی مشتریان تو چه کسایی رو تشکیل میده. خیلی وقتا جواب این سوالو نمیدونن. سوال مهم بعدی اینه که تو برای 2 سال آیندت و برای 5 سال آیندت برای این کسب و کار چه هدفی داری؟ خیلی ها این رو هم نمیدونن، صرفا فقط میخوان که زنده بمونن. اگر قرار بر زنده موندن باشه، لوگو نمیتونه کارشو درست انجام بده. پس نیازه که ما با آگاهی به این بخش ها برای یه شخصی لوگو طراحی کنیم یا کالر پالت یا همون پالت رنگی رو براش در بیاریم. به خاطر اینکه هر رنگی هم یک معنایی داره. اصلا نه بر اساس سلیقه ماست و نه بر اساس سلیقه اون کارفرماست. بر اساس مخاطب هدف باید دیزاین بشه. اصلا همینه که دیزاین رو از هنر متمایز میکنه. دیزاین مخاطب داره، دیزاین طول عمر داره، ولی هنر نه مخاطبی داره نه طول عمری داره. سوال اصلی اینه که ما چجوری تمام این چیزهایی که روی میز گذاشته شده رو ساختیم. آیا دوست داشتیم رنگ زرد استفاده کنیم؟ آیا سلیقه شخصی بچه‌های گرافیست بوده یا سلیقه شخصی کارفرما بوده؟ جواب درست این سوال باید این باشه که این سلیقه بازار باید باشه. صرفا هم نمیتونیم بگیم سلیقه بازار. باید بگیم اون چیزی که مشتری هدف این برند نیاز داشته و با دیدن این میتونسته به اون هدف و آرمان برندش نزدیکتر بشه. پس دوباره متوجه میشیم که توی بخش هویت زیربنایی یکی از اجزای برند به اسم آرمان برند اهمیت اصلی و اهمیت ویژه‌ای دارن. پس باید قبل از طراحی لوگو و طراحی که مربوط به هویت بصری میشه بدونیم که آرمان برند چیه. من الان میخوام درباره المان‌هایی که روی میز گذاشته شده صحبت کنم. این یعنی چی؟ این یعنی اینکه ما چپتر 1 یا همون فصل اول که هویت زیربنایی بوده رو پشت سر گذاشتیم. توی جلسات متداولی که با مشتری داشتیم همه اینا رو درآوردیم. از
نگرش و اون اینسایت ماینینگی که از مشتری به دست اومده، همه اینا الان روی میز قرار دارن و بعد از اون هویت بصریش رو شکل دادیم و حالا رفتیم به بخش سوم که میشه هویت بصری در فضای آفلاین. همونجور که اینجا میبینیم آفلاین ویژوال آیدنتیتی یا هویت بصری برند در فضای آفلاین چند جزء مختلف داره. یکی اوراق اداری هن، یکی تابلوهای ورودی هن، یکی بخشیه که مربوط میشه به لباس و پوشش کارکنان و همونجور که یک سری از برندها نیاز دارن که وسایل حمل و نقل داشته باشن، ما باید بتونیم که توی دفترچه برندمون لوگو و دیزاین و هویت بصری رو برای تمام اون حمل و نقلی ها هم در نظر بگیریم. توی بخش اوراق اداری ما 9 قسمت رو در نظر گرفتیم. یکی کارت ویزیتان، سربرگان، پاکت‌های نامه، فولدرها، کیف‌های دستی، دفترچه یادداشتی که به عنوان هدیه داده میشه، هدایای تبلیغاتی که برای این برند سرکه بالزامیک بوده، تقویم‌های رومیزیشون و اون آیین‌نامه پوششی که توی بخش قبل توضیح دادم. تمام این چیزایی که روی میز گذاشته شده بعد از 7 الی 8 ماه به دست میان. اینجوری نیستش که ما امروز اراده کنیم و پس فردا این همه رو میز باشن، چون خود پروسه طراحی و دیزاین یه مسئله است. بعد از طراحی و دیزاین بخش چاپخونه است که یک بخش به شدت مهمیه. یعنی هر چقدر طراح و دیزاینر و بچه‌های برندینگ زحمت بکشن روی دیزاینشون، 50% دیگه‌اش اون شخصیه که توی چاپخونه نظارت چاپ کار رو به عهده داره. ناظر چاپ یه وقتایی میتونه توی مجموعه چاپخونه فعالیت بکنه و از اونجا کانکت بشه به تیم بچه‌های برندینگ و با هم پروژه رو ببرن جلو. یعنی که میتونه کلا از بچه‌های برندینگ باشه و بتونه نظارت چاپ قوی رو به عهده بگیره. به خاطر اینکه جنس، کیفیت، افکت‌های چاپی مسئله به شدت مهمی ان توی دیزاین. یعنی که ما چه رنگی رو انتخاب کردیم، با چه کدی توی چاپخونه به چه شکل در میاد، این به راحتی کار هر کسی نیست. اینا هر کدومشون کد دارن، به یک دلیلی این رنگ انتخاب میشه و اونا باید بتونن این رنگی که طراح و دیزاینر توی برند تایید کرده رو به دست بیارن. برای هر برندی هدایای تبلیغاتی متفاوته. شما توی جلسات برین استورمتون یا همون طوفان فکری که دارید میتونید یک تصمیم بگیرید که چه هدیه‌ای رو انتخاب کنید. برای این برند سرکه بالزامیک به عنوان هدیه انتخاب شد. این سرکه بالزامیک بدون هیچ طراحی، بدون هیچ لیبلی در اختیار ما قرار گرفت و ما طبق برندینگ و طبق استانداردهایی که تعریف کرده بودیم توی دفترچه برند این رو براشون طراحی کردیم. دلیل اینکه این جزئیات برای این سرکه بالزامیک در نظر گرفته شد، یکی برند پرسونالیتیش یا هم شخصیت برند و برند آرکیتایپ یا همون کهن الگوی برند بوده. کهن الگوی این برند 80% سیج و 20% هیرو یا همون قهرمان بود. ما باید بدونیم که برای چه برندی داریم چه دیزاینی انجام میدیم. یکی از تکنیک‌های چاپی که توی چاپخونه میتونیم استفاده کنیم برای کارهای چاپیمون، استفاده از UV روی بخش‌های مختلفی از اجزای برنده. همونجور که اینجا دارید می‌بینید ما یک دیزاینی داریم اینجا که داره بخشی از لوگو رو نشون میده و وقتی تکونش بدید UV ها روی بسته‌بندی‌ها مشخصن. یه بخش دیگه که توی طراحی‌ها از UV استفاده شد روی دفترچه یادداشت و پشت دفترچه یادداشت بود. همونطور که دارید مشاهده می‌کنید این دقیقاً همین پترنیه که ما روی این بگ ها هم ازش استفاده کردیم. یکی از اجزای اصلی یک برند میتونه کارت ویزیتش باشه. کارت ویزیت که اینجا دارید مشاهده میکنید یک سایز استانداردی داره با روکش مخملی، ولی ما به جای اینکه بیایم این کارت رو دست دیگران بدیم اومدیم یک خلاقیتی به خرج دادیم و گفتیم که یک نگهدارنده‌ای وجود داشته باشه برای این کارت ویزیت. به این شکل از این به بعد آدما قرار نباشه فقط این کارت ویزیت رو تحویل بدن به کسی. این کارت ویزیت رو بذارن داخل این و به این شکل با یک هویت کاملی که ساخته شده به هر شخصی که نیازه بدن. چند تا مزیت داره این نگهدارنده. اون هم اینه که یک QR کدی روی این تعبیه شده که این QR کد انتقال داده میشه به آدرس وبسایت و در وبسایت شما هر دیتایی رو که بخواید میتونید به مشتریاتون منتقل کنید. این همون کاغذیه که به عنوان اوراق اداری نامه ها و هر یادداشتی که مربوط به برند باشه میتونه داخلش بیاد، که همونطور که اینجا میبینید ما یک پترنی رو اینجا لحاظ کردیم و اینجا هم یک زرکوبی وجود داره. با یک هماهنگی و یک دستی دقیقاً تمام اجزای برند روی پاکت نامه هم کار شدن.